سلام، من فاطیمام. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز میخوایم با هم یه لوبیا پلو خوشمزه درست کنیم. مواد اولیه‌مون همونطور که میبینید توی ویدیو و کپشن نوشته شده. برنجمون رو خوب میشوریم و میذاریم خیس بخوره. برای این مقدار مواد اولیه 3 الی 4 لیوان برنج لازم داریم. پیاز و سیب زمینیامون رو به این صورت نگینی خورد میکنیم. اول یه مقدار آب جوش میذاریم، 2 الی 3 قاشق هم بهش نمک اضافه میکنیم و بعد میریم سراغ بقیه موادمون. دو قاشق روغن مایه میریزیم. بعد از اینکه داغ شد سیب زمینیامون رو سرخ میکنیم. بعد از اینکه سیب زمینیامون سرخ شدن داخل یه ظرف دیگه میریزیم و میریم سراغ پیاز هامون. پیاز هامون که یه مقدار سبک شدن گوشت چرخ کرده رو بهشون اضافه میکنیم و خوب از هم بازشون میکنیم. زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه میکنیم و خوب تفت میدیم و چند دقیقه بعد لوبیا سبزامون رو میریزیم. به این صورت دوباره تفت میدیم تا با هم خوب مخلوط بشن. توی این مرحله نمک و آب لیمو رو بهش اضافه میکنیم و دوباره تفت میدیم. سیب زمینی هامون که از قبل پختن رو داخل تابه میریزیم و هم میزنیم. تا موادمون آماده بشه برنج رو که از قبل خیس کردیم میریزیم داخل دیگ آب جوش و یه نوک قاشق چای خوری بهش زردچوبه اضافه میکنیم تا تحچینمون خوش رنگ تر بشه. وسط موادمون رو خالی میکنیم و 2 الی 3 قاشق غذاخوری بهش رب میزنیم. وقتی به این مرحله رسید در تابه رو میذاریم تا یه مقدار دیگه بپزه. خب موادمون آماده است. میریم سراغ برنج تا آب کشش کنیم. برنجمون رو که آب کش کردیم یه مقدار روغن ته دیگ میریزیم و کمی زردچوبه بهش اضافه میکنیم. من برای ته دیگ از نان لواش استفاده کردم. شما میتونید از هر چیزی که توی خونه در دسترس بود یا حتی خود برنج استفاده کنید. خب حالا موادمون رو لایه لایه روی هم میریزیم و در آخر هم برنج رو از اطراف به سمت بالا میکشیم تا اطراف برنجمون ته دیگ نشه. اگر از ویدیو خوشتون اومد ازتون میخوام هر طور که دوست دارید از من حمایت کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری برای شما عزیزان به اشتراک بذارم. راستی توی کامنت ها بهم بگید دستور غذای بعدی چی باشه. خب بعد از این مرحله در قابلمه رو میذاریم تا لوبیا پلو خوشمزه‌مون خوب دم بکشه. بعد از 30 الی 40 دقیقه لوبیا پلومون آماده است و میتونید هر جور که دوست دارید سروش کنید.
به به، نگم از عطر و طعمش براتون.